در نزد مکتب 16 فیلم 12 سال انتظاری برگزار می‌گردد. مانند در فیلم 12 سال انتظاری به‌فور در اومد آزاد. قلعه بلند یکی از دهات شهر استرافشان شاهد این گونه دعوت‌ها گردید. کارمندان سوخت سینما در شهر و دهات سوخت با چنین شیوه سینمای ملی را ترغیب می‌کنند. ما یکی از بردهای فیلم تاجیکی از این نمودی مثلا نمایش دادن فیلم‌ها در دهه‌ها این است که فیلم مردمی میشد، مردم دوباره باور میکنن به سینما. بسیاری از شهر و دهه‌ها در سوخت تالار سینما ندارند. فیلم‌ها در هوای باز نمایش داده می شود. مقامات شهر استرافشان به سینماگران در این کار کمک میکنند و در این تشبث تلاش‌های خیرخواهانه دیدند. فیلم‌های تربیوی میباشند و به مفکوره مردم، به دل مردم مینشینند. از تماشای این فیلم‌ها مردم به خود چیز میگیرند. من به شوهر برآمدن نمیخواهم. 12 سال تنهایی از آفریده‌های جدید سوخت سینما از تلاش‌های یک دختر دهاتی نقل می‌کند که آرزوی ادامه تحصیل را داشت، اما والدین او را به شوهر دادند، به کنیز خاندان او تبدیل یافت. دخترم، من غفار را سال‌های زیاد می‌شناسم. انسانی خوب است. امیدوارم که به فرزندش هم تربیت خوب داده است و همچون انسانی نیک به وای رسانده است. دادا عبدالقیوم با دو فرزندش بار اول است فیلم را در اکران بزرگ می‌بیند. ما به تو تنها بخت و سعادت آرزو می‌کنیم. برای خلق، برای آینده فرزندای ما، آینده من این یگیتا من این دخترچه‌ای که تماشا کرده است، این یک درسی حیات می‌شود. رحمت می انسان ها. فیلمسازی در تاجیکستان دشواری‌های خود را دارد. به قول سوخت سینما از 5 فیلم تهیه کردهشان یک تاش هم خراجات خود را نپوشانده است. به طور رایگان در دهات و شهر به نمایش گذاشتن فیلم‌های جدید را سوخت سینما تلاش برای معمول سازی فیلم‌های ملی می‌دانند. چون در دوران شوروی ما می‌دانستیم که حتی در تمام دهه‌ها کلخاس‌ها، مکتب‌ها، کلوب‌های کینو بودند و امروز می‌خواهد تاجیک فیلم همین چیز از نو برقرار کند. لیکن تصور کنید وقتی که مثلا همه این چیز برقرار شد لیکن مردم حالا هم به سینمای ملی باور نداشته باشند، اون تالارها بی تماشابین میمونند. و امروز این کاری که مثلا ما کرده ایستادیم و دیگر گروه‌ها هم امیدوارم که این کارا در گوشه‌های کنارهای تاجیکستان میکنند، این چیز خیلی کمک میکند. وقتی که شبکه سینمایی فعال میشود، مردم الکی به سینما به یگان مشکل با باوری میخوان میبینند فیلم‌های تاجیکی. از نمایش 12 سال تنهایی ساکنان قلعه بلند شهر استرافشان با تأثیرات گوناگون بیرون شدند. سوخت سینما نقشه دارد رایگان در 200 دهه و شهر فیلم نمایش دهد. این تشبث آنها را چند شرکت‌های تاجیکی دستگیری می‌کنند.